توپ طلای فصل 2024-2025 حق کیه؟ اولا بازیکن خیلی متمایز و خاصی امسال نداشته. چند تا مثال بزنم: مسی 2012، رونالدو 2008، کاکای 2007. اینا خیلی متمایز بودن و از قبل معلوم بود که توپ طلا مال ایناست. توی رسانه‌ها اکثرا می‌بینیم که یامال و دمبله رو به عنوان گزینه‌های اصلی برنده توپ طلا معرفی می‌کنن. ولی من معتقدم که توپ طلای امسال حق رافینیاست. چندین دلیل هم داره. یکی این که رافینیا بیشترین تاثیرگذاری رو در بین بازیکنان لیگ‌های معتبر اروپایی داشته. تقریبا روی 60 گل بارسلونا تاثیر مستقیم داشته. مجموع گل‌ها و پاس گل‌هاش 59 تا بوده. یکی دیگه هم این که وقتی ما می‌خوایم یامال، دمبله و رافینیا رو با هم مقایسه کنیم، منطقیه که توی یک تورنمنتی که هر سه حضور داشتن اینا رو با هم مقایسه کنیم. یعنی لیگ قهرمانان. توی لیگ قهرمانان رافینیا هم بیشترین گل داشته، یعنی آقای گل شده، هرچند مشترکاً با سرو گیراسی دورتموند، و هم به تنهایی آقای گل چمپیونز لیگ شده. دیگه واقعاً چی می‌خواید از رافینیا؟ و اینا در حالیه که کل فصل رو هم در پست غیر تخصصیش بازی می‌کرد. رافینیا به عنوان یک بازیکن چپ ها بهترین پست براش وینگر راسته، در حالی که وینگر چپ بازی می‌کرد و این آمار درخشان رو ثبت کرده.